خانجایی کجا بودی؟ دیر کردی. دایی جون رفته بودم خرید. چی؟ کنترل پرید؟ باز وسایل برقی رو دستکاری کردی پسر؟ ای داد بیداد آقا جون، من کی گفتم کنترل پرید؟ گفتم رفته بودم فروشگاه خرید. چی گرفتی خانجایی؟ راستش دایی جون با این قیمت ها دیدم فعلا تنها چیزی که میتونم بگیرم کروناست. 2 سیخ کباب بابا رو گرفتی یا نه؟ ای داد بیداد آقا جون، الان غذاهای بیرون هیچ اعتبار نداره. به جاش تون ماهی گرفتم که هم خوشمزه است هم ماهی واسه مغز خوبه. هوش آدم رو زیاد میکنه. چرا چرت و پرت میگی پسر؟ چجوری ماهی هوش آدم رو زیاد میکنه؟ این ماهی که اونقدر خنگه یک کرم وصل به قلاب میبینه متوجه مشکوک بودن قضیه نمیشه تا ته جلوش گاز میگیره، چجوری میخواد هوش آدم رو زیاد کنه؟ کابیس تو جهتت به دادم برس تو منطقش گیر کردم دایی. آقا جون منظور خاندایی گرونیاست. گل گفتی دایی. الان از صدقه سری آخونده پیاز شده قیمت مرغ شده قیمت گوشت، گوش شده قیمت گوشی شده قیمت ماشین شده قیمت خونه هم شده قیمت کارخونه. اما تنها چیزی که ثابت نگه داشتن یارانه 45 تومانیه. فکر کنم الان تو کره شمالی و ونزوئلا دست به دعا شدن که وضعشون مثل ایران نشه. بابا شما یادتون نمیاد یه زمانی میشد کار کرد و پول جمع کرد. راست میگی آقا جون. دروغم چیه؟ تا قبل 4 الان که دیگه کارم پیدا نمیشه. خواهی پس توی مملکت چه چیز مثبتی وجود داره؟ دایی جون تا این آخونده اصلا هیچی. الان تنها قسمت مثبت زندگی من گروه خونیمه که اوه مثبته. خب دیگه دایی خبرترین رو بخون ببینم جدیدن چه جفنگی بافتن. الان میخونم خاندایی. کنترلسوزترین دروغ شاخدار روحانی گفت در حالی که شیوع کرونا در همه کشورها باعث افزایش بیکاری شده، اما در ایران بیکاری 1.1% کاهش یافته. خب راست میگه بابا جون، با همین حرفاش هر روز داره همه رو میذاره سر کار، دیگه بیکاری وجود نداره که. آقا جون یه رفیق دارم 29 سال بیکاره. از صدقه سریع این نظام 1 سال دیگه بیکار بمونه بازنشسته میشه با امید خدا. خسرو پریروز اکبر آقا همساده قدیمی رو دیدم، ازش پرسیدم پسرت چی کارم؟ چی گفت؟ گفت دیپلماته، از وقتی دیپلم گرفته مات مونده چی کار کنه. گفتم ما هم یکی تو خونه داریم مهندس ماته. آقا جون داشتیم تو خبر نداشتی. خاجایی پس ما توی این مملکت با چه انگیزه‌ای باید درس بخونیم؟ دروغ چرا دایی؟ قدیما که دانشجو بودم دلم واسه بیکارا میسوخت. الان که خودم بیکارم دلم واسه دانشجوها میسوزه. خب دیگه دایی بریم واسه آقا جون یه چایی بیاریم خستگیش دره. بریم خاجایی.